هر چه که امروز در اون هستی میگذرد. اگر در تکلیفی میگذرد، در رفاه هستی میگذرد، فقیر هستی میگذرد، غنی هستی میگذرد، سرطان داری میگذرد، صحتمندی میگذرد، پادشاه هستی میگذرد، رعیت هستی میگذرد. تا هنوز دیده باشید یک قبرستانی که مخصوص باشد برای پادشاهان؟ دیدید؟ قبرستان میشناسید که مخصوص تجار درجه اول باشد؟ قبرستان میشناسید که مخصوص علمای بزرگ باشد؟ قبرستان میشناسید که مخصوص زیبا صورتان باشد؟ نه عزیز من، چون امروز دیده بینا نیست. گاهی وقت هم میبینیم بعضی از حادثات رو امروز در ویدیوها میبینیم، بعضی از قبرها رو میبینیم که آتش بیرون میشه، بعضی از صداها رو میشنویم، همیشه نامش گذاشتیم که فتوشاپ شده. کل حقیقت ها فتوشاپ شده امروز. ای دکانداران، ای کسبکاران، ای تاجران عزیز، به خدا قسم اگر چشم مردم خیانت را نبیند، الله میبیند. او خنجر است که فقط به اسلام میزند، تشویق می شود. این پول بچین باز اینترنت تفال بکن، این پول با فیسبوک تفال بکن، این پول با واتساپ تفال بکن، باز رمزم بگذار که کسی دیگه او را نخوانه که داخل واتساپ چی پیام است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، حدیث امام مسلم است، می فرماید تدنى الشمس یوم القیامه. این شوخی نیست. چقدر هوا گرم است. اگر اوجا یک نیم ساعت یک برادر بدنش لوچ کنی، هموجا استادش بکنی، بسیش بکنی، چقدر اذیت میشه. اگر تمام روز اینجا بسیش بکنی شاید هم بمیره. تدنى الشمس یوم القیامه. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید روز قیامت آفتاب را نزدیک کرده می شود. آنقدر نزدیک که میل در حدیث می آید. راوی میگه من نمیدونم که میل همون میل سرمه است که داخل سرمدانی داخل میشه، چشم خود سرمه میکنه، من میخواد نزدیک میشه، یا همین میل مسافت است که 2 کیلومتر نزدیک 2 کیلومتر میشه. یعنی آفتاب را روز قیامت حدیث امام مسلم است نزدیک کرده می شود به اندازه 1 میل. امروز محققین میگویند در یک روایت 13 لک کیلومتر آفتاب از زمین فاصله دارد. 13 لک کیلومتر از زمین فاصله دارد و در یک تحقیقات خیلی جدید 3,66,000 کیلومتر از زمین فاصله دارد. با این فاصله دور، با این فاصله دور زمین را گرم می کند. ببخشید من اشتباه نکنم، 3,66,000 برابر زمین است این آفتاب بزرگیش. فاصلهش فکر میکنیم 1.5 میل مربع فاصله داره آفتاب از زمین. از این فاصله دور زمین را گرم می کند. آنقدر داغ می کند که در بعض جاها پارسال ما ویدیو را دیدیم که آنقدر داغ شده بود که همین تایرهای موتر کل ذوب شده بود. تخم روی سرک میانداختن پخته میشد. همین روزها چقدر هوا داغ است. تو خودت فکر کن این آفتاب را بیاورد به 2 کیلومتری یک انسان قرار بدهد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید روز قیامت هر کس به اندازه جرم خود عرق میکند. یکی عرقش تا پاشینه پایش است، یکی عرقش تا زانویش است، یکی عرقش تا شکمش است، یکی عرقش تا دهنش است. مثل که یک کس داخل حوض داخل شود 4 طرفش آب از دیگه تا گلون. روز قیامت داخل عرقش یک جنایتکار تا گلون غرق است. 40 سال انتظار می، تا 40 سالش حرف نیست، همه ساکتن. 40 سال در یک میدان وسیع همه استاده هستن، هیچ که حرف نمیزنن، همه به گریه هست، همه به زجه هست، همه در عرق خود غرقن. ولی فقط بندگان نیک خداست که در زیر سایه عرش رحمان قرار دارند. میگذرد هر چه که امروز در اون هستی میگذرد. اگر در تکلیفی میگذرد، در رفاه هستی میگذرد، فقیر هستی میگذرد، غنی هستی میگذرد، سرطان داری میگذرد، صحتمندی میگذرد، پادشاه هستی میگذرد، رعیت هستی میگذرد.
تا هنوز دیده باشید یک قبرستانی که مخصوص باشد برای پادشاهان دیدید؟ قبرستان میشناسید که مخصوص تجار درجه اول باشد؟ قبرستان میشناسید که مخصوص علمای بزرگ باشد؟ قبرستان میشناسید که مخصوص زیبا صورتان باشد؟ نه عزیز من، تو را هم برمو کفن پیچانده میشه، او تاجرت هم پیچانده میشه، پادشاهت هم پیچانده میشه. اگر از حق و انصاف کار گرفته شود هیچ کس حق ندارد که چیز غیر کفن در بدنش باشه، مگر کسی که از خدا بیخبر است، مگر کسی که با دین در ستیز است که یک چیز اضافه بانه. غیر از کفن چیزی اضافه اجازه نیست که داخل قبر گذاشته شود. پیش حضرت عبدالله ابن عباس یک کس دوان آمد، بیهقی حدیث را می آورد، این چقدر دردآور است، ولی امروز خدا چقدر غفور و رحیم است به ما نشان نمیدهد، چون امروز دیده بینا نیست. گاهی وقت هم میبینیم بعضی از حادثات را امروز در ویدیوها میبینیم، بعضی از قبرها رو میبینیم که آتش بیرون میشه، بعضی از صداها رو میشنویم، همیشه نامش گذاشتیم که فوتوشاپ شده. کل حقیقت ها فوتوشاپ شده امروز. کسی دوان پیش حضرت عبدالله ابن عباس آمد گفت ای بزرگوار، ما در سفر حج بودیم، به منطقه رسیدیم به نام ذات الصفاح، در نزدیکی های مکه است. یکی از ما در اینجا مرد، از کسانی بود که با ما در حج میرفت. خوب دقت کن، کسان از ما که در حج میرفت، یکی از ما همینجا مرد. ما غسلش دادیم، کفنش کردیم، رفتیم برایش قبر کندیم. همین که به لحد رسیدیم، لحد را آماده کردیم، دیدیم که یک مار کل لحد را پر کرده، سیاه داخل لحد استاده است. میگه ترسیده برآمدیم، رفتیم قبر دیگه کندیم. باز که در لحد رسیدیم دیدیم که همون مار در اون قبر هم هست. رفتیم قبر سوم کندیم، باز همین مار را در اون قبر دیدیم. ما در محضر تو آمدیم، ای بزرگوار چی کار کنیم با این جسد؟ حضرت عبدالله ابن عباس فرمود بروید او را دفن بکنید. به خدا قسم اگر در کره زمین شما قبر بکنید، باز هم این مار را اونجا پیدا میکنید. دوان آمدن به خانهش پیش همسرش، گفتن چی کار میکرد این مرد تو؟ چی کار میکرد؟ گفت کارش همی بود که این در بازار غله فروش بود. ای دکانداران، ای کسبکاران، ای تاجران عزیز، به خدا قسم اگر چشم مردم خیانت را نبیند، الله میبیند. همه را میسنجد، همه را جمع میکنه، ذره جمع میکند. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، به اندازه یک ذره هم گناه تو را الله جمع میکنه. میگه از پیشش پرسید که چی میکرد؟ غله فروش بود. هر روز که غله را به بازار میبود، چند دانه کاسه ای داشتیم، از غله میگرفت، جای از این خس و خاشاق میانداخت که غله مخلوطش میکرد، سنگریزه ها میانداخت مخلوط میکرد تا وزن همی را پیدا کنه به بازار میفروخت. به این عذاب الله گرفتارش کرده. امروز ببینیم عزیزان من چی نوع جنایتی که جریان نداره، از کدام گناه حرف بزنیم. سرنوشت تلخ جنایتکاران در روز آخرت. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. روز قیامت سرنوشت تلخ جنایتکاران در روز قیامت آنقدر روز سخت است که قرآن میگوید هیچ دوست صمیمی در روز قیامت از دوست صمیمی خود نمیپرسد. این فکر نکن که روز قیامت احمد فیروز از تو پرسان میکنه یا من فکر کنم که تو از من پرسان میکنی.
روز سختی است. هیچ دوست صمیمی از دوست صمیمی روز قیامت نمیپرسد کجا هست. یبصرونهم، این به این معنا نیست که او بین پیدایشان نکنه، نه، روبرو میکنه خدا اینا را، شناسایی میکنه فلانی است، میشناسی، میگه چنان غرق است، چنان ترس و وحشت است که دوست خود را نمیشناسه، از دوست خود چیزی پرسان نمیکنه. یود المجرم، دوست دارد یک مجرم، دوست دارد یک جنایتکار، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه. سبحان الله، این چه حالتی است؟ چه کسی است که در این دنیا پدر و پسر را هر دو را دستگیر بکنن، بگوید کدام یکی از شما را میکشم، کی پیش میشود که مرا بکش؟ با آواز بلند میشتم، پدر و پسر را گرفتار کردن، میخوان یکی از این دو را بکشن، کدام پیش میشود؟ پدر پیش میشود. اگر دختر و مادر را بگیرن، مادر پیش میشود. من فکر نمی کنم پدر ببیند که فرزندش را، گلونش را ببرد او زیر خون لوتک بزنه و این بخنده که نیم جان خود را نجات دادم. از او که پدر به انصاف نامهربان نیست و میگه من اول بکش با بچه من بکش. ولی سبحان الله، این حالت را ببین. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه. مجرم آرزو میکند که خدایا چی میشود در جای ما، بچه ما به جهنم ببری. چه روز سخت است. خدایا به جای من بچه من را ببر. و صاحبته و اخی، پروردگار زن ما ببر، برادر ما ببر. برای زن چه نکردی در این دنیا؟ برای پسر چه نکردی؟ چه گناهایی که ما نکردیم؟ به چشم خود میبینیم که خنجر به دست پسر ماست، به اسلام میزند، تشویقش میکنه. او به صفحات میرود، به پدر هم نشان میده، بیا پدر ببین، او خنجر است که فقط به اسلام میزند، تشویق میشود. این پول بچین، باز اینترنت تفال بکن، این پول با فیسبوک تفال بکن، این پول با واتساپ تفال بکن، باز رمزم بگذار که کسی دیگه او را نخوانه که داخل واتساپ چی پیام است. با آواز بلند میشم، هست یا نیست؟ ولی روز قیامت دوست دارد، آرزو میکند یک مجرم که خدایا به جای من پسر مرا ببر، به جای من زن مرا ببر، به جای من برادر مرا ببر. و فصیلته التي تؤوی، همین قریه‌ای که در دنیا از من حمایت میکرد، همین شهری که از من حمایت میکرد، همین مردمی که از من حمایت میکرد، خدایا همه را ببر، مرا نجات بده. و من فی الارض جمیعا، خدایا کل زمین ببر، مرا نجات بده. خدا یک جمله میگه، کلا انها لظا، به این آرزوی هرگز نمیرسی، هرگزی خواستید پورا نمیشود. کلا انها لظا، این آتش سوزنده هست، این آتش شعله‌ور سرتاپا هست. نزاعة للشوا، پوست میکند و به همراه خود آتش میبرد. عزیز دل من، بیایید، من جنایتکار معرفی کردم. جنایتکار کسی که نماز نمیخواند، جنایتکار کسی که غیبت میکند، جنایتکار کسی که دروغ میگوید، جنایتکار کسی که دشنام میدهد، جنایتکار کسی که خیانت میکند، جنایتکار کسی که ظلم میکند، جنایتکار کسی که به همسایه آزار میرساند، جنایتکار کسی که لایک میگذارد برای دشمنان خدا. جوانان عزیز، شما را به خدا به موسیقی لایک نگذارید. این انگشت روز قیامت به این لایک تو شهادت میدهد. نگو کسی ندید، یک لایک گذاشتم سر صفحه من، چیزی نیست که کس بفهمه این صفحه از کی است.